Мисоли 154. Агар дар мактаби якум 1160 хонанда ва дар мактаби дуюм аз 5/4 ҳиссаи хонандагони мактаби якум таъсир кунад, дар мактаби дуюм чанд хонанда мехонад? Ина чӣ кар кор мекунем? Яъне 4 тақсим 5 зарби 1160 ин мешавад. Ино бояд кор кунем. Албатта ки тақсим кунем осон мешавад. Ба 5 аввал тақсим кунем. ихтисор карда мешавад. Ба фикрам 4 зарби ин мешавад 2 3 2. و این رو اگر ضرب کنیم 800 128 928 می شود. مثال 155. انوار 2511 سومونی درآمد به دست آورد که این از 433 مقدار پول به نقشه گرفته شد تشکیل انوار چند سومونی درآمد رو به نقشه گرفته بود. یعنی کمتر به دست آورد. اکنون میگن که در نقشه چقدر بود. چقدر کار کنیم میتونیم 2511 اگر 3 قسمی اون رو تشکیل کنند 4 قسمی اون رو چند تشکیل میکند. یعنی شما چه کار کنید 2511 یک واحدش اگر یابیم یک حصهش یابیم این 3 حصهش 2005 یک حصهش چند باشه با اون رو به 4 ضرب میکنیم. یعنی 2511 اگر به 3 تقسیم کنیم این چی میشود 8 3 7 837 میشود. بعد 837 این یک بود یک حصهش 837 با بود 4 حصهش دکار که این به نقشه گرفته بود 4 میکنیم 837 ضربی باید 4 کنیم. این چه میشود 8 2 در خاطر 4 1 در خاطر 33 3348 سومونی به نقشه گرفته بود لیکن از همین بوتون 3 حصهش رو یعنی 2511 سومونی به دست گرفت. مثال 156 با قالین 24 متر کوادرات فرش رو پوشاندم که این افسه ایسی از 7 ایسی مساحت عمومی فرش رو تشکیل می‌دهد. چند متر مربع فرش ناپوشانده موند. یعنی باز هم میخواد چی اگر 24 این 3 حصه رو تشکیل کنه 7 حصه اون رو چقدر قالین تشکیل باید کند. بیاین با واحد حساب کنیم یعنی هر طرف رو به 3 اگر تقسیم کنیم این 8 و 1 یعنی به یک حصه 8 متر کوادراتی تعلق دارد. با 7 حصه چند میشود ضرب 7 اینجا میشود اینم باید ضرب 7 کنیم یعنی 56 متر کوادراتی همگی لازم است لیکن با 24 این همینقدرش رو پوشانیده شد. ما چقدر نپوشانیده شد یعنی 56 مینوس 24 این میشود 32 باقی مونده است. مثال 157 عدد 2 چند فایز عدد 8 است یعنی این عدد فایز است چه کار کرده داریم 8 اگر این 100 فایز باشد بعد 2 چند فایز رو تشکیل میکند شما چه کار کرده میتونید 2 ضرب 100 یعنی ضرب تناسبی 2 ضرب 100 تقسیم 8 کرده میتونید این چی میشود 25 فایز رو تشکیل میکند. یا اینکه یک بار میخوای وای کرده میتونستن چند فایز 25 فایز رو تشکیل میکنه یعنی یک بار کردن این تقسیم 4 است اینجا باید تقسیم 4 شد. خیلی کار کرده میتونستن یا یک بار اگر همین سوال شما کرده میتونستن 2 تقسیم 8 ضرب 100 فایز یک بار کرده میتونستن که این 25 فایز رو میدهد. همین سال نوبتی هم بفرم در باری فایز است عدد 4 چند فایز عدد 80 رو تشکیل میکند. باز اگر هم میخوایم 80 این اگر 100 فایز باشد 4 چند فایز رو تشکیل کنند نیو کنیم از اینجا این تقسیم 20 است یعنی 20 مورد با کم شد فایز هم باید 20 مورد و کم باید شاید تقسیم 20 باید کنیم این میشود 5 یعنی 5 فایز رو تشکیل میکنند. مثال 158 عدد 1 از 6 چند فایز عدد 64 تشکیل میدهد 64 اگر 100 فایز باشد 1 از 6 چند فایز رو تشکیل میکند. یعنی در اینجا تقسیم که دیدن آسان است مشکل است برای این ضربی درون به درون کردن آسان تر است یعنی 64 ضرب x برابر 100 ضرب 1 از 6 این میشود 160 x برابر 160 تقسیم 64 و این به چی برابر است این چند تا است 2 تا است 2 از 5 به فکر می شود 2 از 5 2 از 5 می شود درست. مثال 160 وقتی که 75 فایز آبی ظرف رو ریختم در آن همگی 10 لیتر آب باقی ماند پیش از
این در ازار چند لیتر آب بود. یعنی 75% ریختن، یعنی 25%ش موند. 25%ش مونده باشه این 10 لیتر رو تشکیل کرد. یعنی 25% 10 لیتر رو تشکیل کرد. بعد به ما 100% لازم است. اون چند لیتر رو تشکیل میکنن. نیا کنین چند مرتبه زیاد شد؟ ضرب 4 مرتبه. یعنی اینجا هم باید 4 مرتبه زیاد شد 40 لیتر رو تشکیل میکند. مثال 161. پس از 15% ارزانشوی ارزش 1 متر متای اطلس 102 سومونی شد تا پایان‌روی نرخ 1 متر متای اطلس چند سومونی شد. یعنی بعد پس شوی این 85% رو تشکیل می‌کنه 102. یعنی شما نوشته می‌تونید 102 سومونی در اصل این 85% نرخ عمومی ما رو تشکیل کرد. یعنی 15% کم شد و من چی لازم است 100% نرخ متای اطلس که من اون رو نمیدونم. چه کنیم؟ ضرب درون به درون کرده می‌شود. x رو با 85 x2 رو با 100 ضرب کنیم اگر این میشد x ضرب 85 برابر به x2 ضرب 100 و برای x رو یافتن x2 ضرب 100 تقسیم 85. وقتی که شما اینو کار میکنید اختصار میشود. با 5 اگر اختصار کنیم اینجا 20 میشود و اینجا با 5 اختصار کنیم 1 35 17 میشود. و باز اگر این رو مکر کنیم همه این یک 42 این هر این هم اکسور میشن 6 میموند. اینجا 1 میموند در اینجا 6 میموند و اینا همگی 120 میشد. یعنی نرخ عمومی متای من در اول 120 شد بعد 15% ارزان شوی 102 سومونی شد. مثال 162. پس از 15% قیمت شده نرخ پرینتر 55 سومونی شد تا قیمت شده نرخ چند سومونی بود. این هم به مثل پیشینه مانند است. اکنون ما در اینجا قیمت شوی یعنی 575 سومونی ما این باید قیمت شوی این یعنی 115% نرخ اولی ما شد. یعنی ما قیمت کردم و من چی لازم است 100% اوله در اول چی بود و این رو اگر ما کار کنیم ضرب درون به درون x رو با 115 و x برابر چند می شود 575 ضرب 100 تقسیم 115. این رقم های خیلی هم کلان هستند. 575 تقسیم 115 این یک بار کار کرده میشن و فکرم 5 است 5 2 درست 5 است و 5 ضرب 500. یعنی در اول نرخ پرینتر ما 500 بود بعدی 15% زیاد شوی 575 سومونی شد. مثال 163. از 28 نفر خواننده صنف 21 نفر با ورزش مشغول چند فایز خوانندگان ورزش کردند. یعنی شما یک بار چه کار کنید 21 تقسیم 28 ضرب 100% کرده میتوانید. این چی میشه 21 و 28 البته اختصار میشوند با 7 اینجا 3 میشود اینجا 4 میشود. یعنی در اینجا 300 تقسیم 4 این میشود و 75. یعنی 75% صنف با ورزش مشغول هستند. تا ارزان شوی نرخ خامه 75 درهم و پس از ارزان شوی 51 درهم شد. نرخ آن چند فایز ارزان شد تا نرخ تون. یعنی 75 این 100% بود بعد 51 درهم شد. درهم هم با درهم رفته ایستادیم. این درهم چند فایز رو تشکیل میکند این رو باید ببینید نرخ ارزان شویش رو می‌یابیم. بیاین کار کنیم ضرب درون به درون 75 ضرب x برابر میشه 100 ضرب 51 برای x رو یافتن این چیکار میکنیم 100 ضرب 51 تقسیم 75. اگر ما این رو اختصار کنیم با 25 در اینجا 3 میموند 4 میموند بخشید در اینجا 3 میموند 3 و 51 هم اختصار میشن در اینجا 1 میموند و در اینجا 17 و این میشه چند 68. یعنی 68% رو تشکیل کرد. چی 50 این 68% رو تشکیل میکنه. چقدر ارزان شد این البته که 32% ارزان شد. یعنی از 100 68% اومد یعنی 32% ارزان شد. در دو سبد 186 دانه سیب بود. وقتی که 3 دانه سیب رو از سبد یکم گرفته به سبد دوم موندن مقدار سیب‌های در هر دو سبد برابر شد. در آغاز در سبد یکم چند سیب بود؟ همگی 186 یعنی سبد یک گویم سبد یک و سبد دو
در هر دوش چند تاگی هست نمیدونیم ما، لیکن ما x و y تاگیم. ما میدونیم که x جمع y از اینها معلوم است که x جمع y برابر چند 186. اگر وقتی سه دانه سه رو از سبد یکم گرفته به سبد دوم مونیم، یعنی سه تاشون اینجا کم میشد، در اینجا زیاد میشد. دومونی مقدار سپو در هر دو ساعت برابر میشد. وقتی ما اینجا میکنیم هر دوش برابر میشد، یعنی x مینوس 3 برابر میشد با y جمع 3 و این مولد رو باید کار کنیم. در آغاز درصد یکم چند سه بود، یعنی از اینجا میتونیم که x برابر است چند از دوم مدل x برابر به y جمع 6، یعنی در x 3 زیادتر بود 6 تا زیادتر بود. و اگر ما اینها رو جمع کنیم جای مدل یکم مونیم جای x اگر y جمع 6 جمع y برابر 186 کنیم و در اینجا 2y برابر 180 می شود و y برابر 90. y برابر 90 است و x برابر 96 می شود و درصد یکم 96 تا بود. در دومش 3 تمانیم 93 می شود. 166 در باغ یکم نظر بدونیم 4 مراتب بیشتر نهال است. باغ یک، باغ دو نویسیم، باغ یک و باغ دو. در هر دوش نمیدونیم چند، در باغ دو نمیدونیم چند نهال است، لیکن در کل 4 مراتب نسبت به باغ دو هست. وقتی که از باغ یکم 27 نهال رو کنده به باغ دوم شنونده، مقدار نهال ها در هر دو باغ برابر شد. باغ دوم چند نهال داشت، یعنی از باغ یکم 27 نهال رو گرفتیم و باغ دوم موندیم، یعنی اینجا مینوس 27 کنیم، در اینجا جمع 27. وقتی اخی کردیم هر دوش برابر شد، 4x مینوس 27 برابر میشه x جمع 27 و باغ دوم چند نهال داشت و این را اگر کار کنیم این میشد 3x برابر با 54 و x برابر 18. x برابر 18. از اینجا چی معلوم شد؟ ما چی میگیم باغ دوم چند نهال داشت؟ 18 نهال داشت. نیوکنی اول در 18 نهال داشت، بعد 27 تمانیم این چی میشود؟ 45 نهال میشود. در باغ اول چقدر بود؟ در باغ اول هم 18 ضرب 4 72 تا 27 باز 45 تا میشود. مثال 167 با مکتب، لیسه و گیمنازی 100 کامپیوتر آوردم. با مکتب، لیسه و سه مؤسسه. لیسه نظر به مکتب 10 کامپیوتر زیادتر و گیمنازی نظر به لیسه 5 بیشتر کامپیوتر قبول کرد. گیمنازی چند کامپیوتر گرفت؟ بیشتر و زیادتر. گیمنازی نظر به لیسه 5 بیشتر کامپیوتر گرفت. خیلی نویسم لیسه مکتب اول، بعد لیسه، بعد گیمنازی 100 همگی کامپیوتر در آنها 100 است. لیسه نظر به مکتب 10. مکتب رو من نمیدونم، لیکن من میدونم که لیسه به 10 تا زیادتر x جمع 10 تا اومد و گیمنازی نظر به لیسه 5 تا بیشتر، یعنی x جمع 15 تا اومد. همگی همش رو اگر ما جمع کنیم این چند میشود؟ به 100 برابر میشود. اگر ما این مدل رو کار کنیم 3x جمع 25 برابر 100 و 3x برابر 75 x برابر 25، یعنی با مکتب 25 تا کامپیوتر، به لیسه 35 تا، به گیمنازی 40 تا. برای چی با گیمنازی بسیارتر احتیاج؟ گیمنازی چند کامپیوتر گرفت؟ گیمنازی همگی 40 کامپیوتر گرفت. 168 با 3 سبد 198 دانه سیب رو جایگیر کردن. اگر مقدار سیب در سبد یکم نظر به دوم 2 مراتب بیشتر و در سبد دوم نظر به سوم 2 تا بیشتر باشد، در سبد یکم چند تا سیب هست؟ سبد ها رو کشیم. سبد یک، سبد دو و سبد سه. در این نمود سوال ها حرکت کنیم از آخر رویم. مثال ما نمیدونیم که لیکن بین علاقه داشته است و سبد سوم در آخر گفته گذاشته ایستادن، یعنی چی میشد؟ سبد سه رو من نمیدونم. سبد سه x دانه است،
در اینجا درصد دوم نظر به سوم 2 تا بیشتر، یعنی درصد دوم میگم که آخه x جمع 2 تا بیشتر و اکنون از سبد دوم و سبد یکم میروند که از این جمله میشود اگر مقدار صفر در سبد یکم نظر به دوم 2 مرتبه بیشتر، یعنی 2 مرتبه 2 ضرب سبد دوم که x جمع 2 و همش رو اگر ما جمع کنیم مودل پیدا میشود و سوم آنها به 198 برابر است. و اگر ما این رو کار کنیم این چی میشه؟ قوس رو یک بار اگر کشم 2x جمع 4 جمع x جمع 2 جمع x برابر 198. این چی میشه؟ 4x جمع 6 برابر 198 و از اینجا 4x در اصل به چی برابر است؟ 192 و x برابر میشود تقسیم کنیم 4 48 اگر خطا نکنم 48 میشود. در سبد یکم چند تا صفر هست؟ سبد یکم 2x جمع 2 100 تا، یعنی x 48 باشد 100 میشود. 160 تستی فنی متماتیکا از 27 سپارش و مسائل الگبرا و گیومتری عبارت بوده. همچنین 7 تقسیم 2 نسبت دارند. در تست چند سپارش از گیومتری هست؟ یعنی گیومتری و الگبرا رو همه خط تقسیم کردن. نویسیم خیلی الگبرا گیومتری نسبتشان چه 7 تقسیم 2. این چی معنی دارد؟ اختصار شده 7 تقسیم 2 با یک عدد که من نمیدونم 7x 2x کنیم. الگبرا 7x سوال بود، گیومتری 2x بود. هر دوشان رو جمع کنیم 27 می شود. از اینجا 9x برابر 27 می شود، از اینجا x برابر 3. از اینجا چی معلوم میشه؟ الگبرا سوالش 21 تا بود، گیومتری باشد 6 تا بود. در تست چند سوال از گیومتری بود؟ 6 تا. مثال 170 تستی فنی متماتیکا از 35 سپارش مسائل الگبرا و گیومتری عبارت بوده. همچنین 5 تقسیم نسبت در تست چند سپارش از الگبرا هست؟ برعکس میپرسد در اینجا. یکی نمودی کار کنیم بازم از الگبرا و گیومتری 5 و 2 است. در اینجا چکار کنیم 5x 2x میکنیم و میدونیم که 5x جمع 2x برابر به 35. از اینجا 7x برابر 35 میشود و x برابر 5 میشود. از اینجا معلوم میشود که از الگبرا ما 25 سوال داشتیم و گیومتری 10 سوال داشتیم. از ما چی میپرسد؟ تست چند سپارش از الگبرا است؟ 25. 171 تست فنی متماتیکا از 36 سپارش مسائل الگبرا گیومتری عبارت بوده. همچنین 3 نسبت داشتن. در تست چند سپارش از گیومتری؟ باز همون نمودی سوال الگبرا گیومتری این چی است؟ 3 بر 1 است. 3 مرتبه زیاد بود الگبرا، ما این 3x 1x میکنیم و این چی میشود؟ 3x جمع 1x برابر 36 4x برابر 36 و x برابر 9. از اینجا معلوم میشد که در الگبرا ما 27 سوال داشتیم و گیومتری 9 سوال داشتیم. گیومتری بود 9 دانه. مثال 172 میانی اریتمتیک 4 عدد به 4 از 5 برابر حاصل جمع عددها رو یابید. یعنی 4 عدد داریم و من نمیدونم کدام عدد از ما نپرسیده، سومش رو میپرسد. ما باید میانی اریتمتیک به خاطر بیاریم. میانی اریتمتیک چی بود؟ چند تا عدد داشته باشین تقسیم 4 میکنیم. موضوع در اینجا 4 عدد داریم، تقسیم 4 میکنم، این به 4 از 5 برابر است. از ما سوم میپرسد، شما باید ضرب درون به درون کنیم. یعنی a جمع b جمع c 4 عددی ما که ما رو نمیدونم، این به 4 از 5 ضرب 4 برابر است که این به 20 برابر است. باش 18 4 از 5 18 میشود و 18 برابر است. مثال 173 میانی اریتمتیک 8 عدد به 7.25 برابر است. حاصل جمعی عددها رو یابید. باز به همون مانند است. من 8 عدد دارم، بیاین x تو x بگویم تا 8 تا عدد دارم، تقسیم 8 کنم، بعد به من نتیجه 7.25 رو میده. از من سوم میپرسد، یعنی جمع x1 x2 تا x8 رو میپرسد که این به 7.25 ضرب 8 برابر است. و این رو اگر کار کنیم 7.25 ضرب 8 کنیم، باز ضرب خطا نکنم 9 4 در خاطر 16 9 2 در خاطر 58. این میشه 58 سومش. 174 میانی اریتمتیک 6 عدد به 12 از 5 برابر است. حاصل جمع عدد رو یابید. باز همون چی است؟ جمع 6 عدد. میانی اریتمتیک 6 عدد این چی معنی دارد؟ عددها رو جمع میکنیم، تقسیم 6 به 12 از 5
баробар аст. Суммаи ин ададҳо ба чӣ баробар аст? Зарби 12005 зарби 6. Бояд кунем 72 75 мешавад, агар дар зарб хато накунам.